ریدم تو گوره. مردی که بیری رفت بگو بزنه کنار. دارم میرنم تو هادم. گفتم ایزن دایس گفتو تو وانم بگوانش نگه داره. حرف نزن بیورزه. اگه داداشون بود الان میریدم تو کله گره. اینا حسابی بزنکینا بچم از تو کوزه اینا مسموم شدید. مار بزنم کناتونا یه مار دیگه بگوز میان یکی تونو میندازم میرون. بابا جان منم الان میرینم تو خودم. آگی تو با پایین در نولو کنت بزن. الان میرسیم کاپ کوهستان و اونجا میشین زان منی. هر کی شاسو بشکم دنه الان مخته شد. کیز بپرین دست برو. خیلی می‌درخشید. اجازه می‌خواستم تا صحبت کوتاهی کنم با شما عزیزم. یا اوسا این کجا راننده عزیز حد نداره مسافرین رو مدت زمان زیادی بدون ریدن توی ماشین حبس کنی. هر کدوم از مسافرها که وضعیت رید و ماسیون پیدا کنند راننده موظف ظرف مدت کوتاهی وسط شاشیدن و ریدن مسافر رو فراهم کنه. در غیر این صورت مسافرین عزیز میتونن از رانندگان به اداره شاش و پشگل‌های بین شهری شکایت کنند. و در آخر از شما مسافرین عزیز تقاضا دارم قبل از سفر و در ابتدایی از خوردن لوبیا تا نیمایی تخم مرغ نوشابه گوشتار و علل خصوص کلم خودداری فرمایید. با تشکر از شما.